این هفته دومین ورکشاپم هم توی مزرعه برگزار کردم. تصمیم گرفتم یکم دیزاین میز رو تغییر بدم. با طنه‌های برش داده درخت و چند تا گلدون سفالی شروع کردم و کدوهای خوشگل مزرعه رو روشون چیدم. با چند مدل گل و برگ پاییزی دیزاینشون کردم. بوما و کارتای ولکامی که برای هر نفر جداگونه آماده کرده بودم و روی میز چیدم. یه سری طرح پاییزی چاپ کرده بودم که هر کسی هر طرحی که می‌خواست و میتونست با کمک من روی بومش بکشه. کلی دوباره هیجان داشتم و قرار بود 25 تا از فالوورام که تا حالا ندیده بودمشون رو ببینم. خیلی خوش اومدیم به دومین ورکشاپ پاییزی من توی مزرعه. مهمونام رسیدن و چون که یکم هوا سردتر بود این دفعه آتیش روشن کردیم و به نظرم خیلی حال و هواش پاییزی و قشنگتر شده بود. همه شروع کرده بودن به نقاشی کشیدن و غرق دنیای خودشون شده بودن. با همدیگه معاشرت میکردیم و کلی از این لحظه ها کیف میکردیم. دیگه وقت چای و کیک داغ رسیده بود. دور آتیش جمع شدیم و از این هوای پاییزی قشنگ لذت بردیم و چای و کیک داغ خوردیم. تقریبا همه نقاشیاشون رو کشیده بودن و تکمیل شده بود و نوبت برنامه بعدی یعنی گشت توی مزرعه بود. کلی دخترها اینجا فیلم و عکس گرفتن و کیف کردن و هر محصولی که میخواستن و میتونستن بچینن و با خودشون ببرن خونه. دوباره دور میز جمع شدیم و حالا نوبت رنگ کردن کدوهای پاییزی. ناهارم با محصولات ارگانیک مزرعه کم کم داشت آماده میشد. این 5 ساعتی که کنار هم بودیم اصلا از عمر من حساب نشد و کلی بهمون خوش گذشت.